تا شاهنشاهان ما خودش مثل فقرا زندگی نکند و درد فقرا را حس نکند، این مشکل برطرف نمیشه. بسیار نادانا را میبینی که بسیار پردرآمدن، به جاهای بلند و پردرآمد و در منابع عاید نشستن. چقدر دکتران و متخصصان و انجینیران و حقوقدانان مسائل از سرشان بیرون رفت، مهاجر شدن به خاطر فقر و بدبختی. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. گناهت همیست که متخصص شدی، دکترا گرفتی، درس خواندی، کیمیا و ریاضی بلدی. حضرت امام محمد رحمت الله علیه وقتی به خانه داخل شدن، کنیز خدمتگار گفت که امام امروز آرد نداریم. گفت قاتلک الله، خدا تو را بکشه، به خاطر همه گپت 40 مسئله را از ذهن ما گریزاندی. چقدر دکتران و متخصصان و انجینیران و حقوقدانان مسائل از سرشان بیرون رفت، مهاجر شدن به خاطر فقر و بدبختی، به دست قاچاقچیان افتادن. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. گناهت همیست که متخصص شدی، دکترا گرفتی، درس خواندی، کیمیا و ریاضی بلدی، بیکار ماندی، به دست قاچاقچی‌ها افتادی. میگن وقتی فقرا به درب خانه علی می آمد، با یک دغدغه کلانی میخواست که از حضرت علی چیزی بخواهد. میگه وقتی خانه علی را میدید، میگه خجالت میکشید، بر روی برگه و کاغذ نمیتوانست درخواستی بنویسد، بر روی خاک مینوشت. میگفت علی تو که خودت به این حالت گرفتاری، ما چرا از تو تقاضای بهبود و رفاه و آسایش کنیم؟ سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است. آن مسلمانان که میری کردند در شاهنشاهی فقیری کردند، تا شاهنشاهان ما خودش مثل فقرا زندگی نکند و درد فقرا را حس نکند، این مشکل برطرف نمی شود. رسول مقبول صلوات الله علیه گفتند که ایمان ندارد کسی که شب سپری کند و همسایش در بغل دستی و در پهلوی او گرسنه بخوابد و این سیر بخوابد. ما بسیار سراغ داریم بسیاری هایی که از فشار و شکر و چربی بالا رنج میبرند، از شکمهای گنده و کلان رنج میبرند، اما بسیاری ها از گرسنگی و از شکم خالی رنج میبرند. عدالت در کجاست؟ عدالت در امیست که باید شاه و فقیر برابر باشند. عدل معنیش دو پله ترازو برابر باشه. حضرت ابوذر غفاری میفرماید عجبت بمن لا یجد قوته فی بیته کیف لا یخرج شاهرا سیفه علی الناس. من متعجبم از کسی که وقتی وارد خانه می شود می بیند که به جوالش آرد نیست، به قطی روغنش روغن نیست، به گونی و بوجی برنجش برنج نیست. این چه قسم طاقت میکنه و چه قسم شمشیر نمیکشه بر همسایگانش، بر مردمای بیرون. من تعجب دارم. گفت حضرت ابوذر غفاری یک بیمار وقتی وارد بیمارستان می شود، یک مریض وقتی به شفاخانه می رود، دکتر با مریض مقابله نمی کنه که چرا خود مریض کردی. شروع میکنه علت مریضیش را پیدا میکنه، معاینات میکنه، تست میکنه، به فکر علاج و تداویش میباشه. از همه خاطر ما مریضای جامعه خود تداوی کنیم که از این بدبختی ها نجات پیدا کنن. آثار و پیامدهای بسیار خطرناک داره این قاچاق و این بالاخره عبور و مرورهای خلاف قوانین و کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشری و حقوق اطفال و قاچاق انسان. رفتن به کشورهای اجنبی، تن دادن به این بدبختی ها عقیده و باور و جهان بینی را به یغما میبرد. لیکن بکوشیم که این مشکل را و این معضل را و این بحران را و این معلول را علتش را پیدا کنیم. اینجا زمینه کار برابر شود تا جوانان ما، متخصصان ما، کادرهای جامعه ما مشغول بشن، با فکر آرام درس بخوانن، درس بدهن. میگه شاعر عرب، میگه بسیار دانشمندا از روزگارشان رنج میبرن، هیچی ندارن. بسیار نادانا را میبینی که بسیار پردرآمدن، به جاهای بلند و پردرآمد و در منابع عاید نشستن. میگه این باعث شده که بسیار از علما کافر بشن.
هذا الذي ترك الاوهام حائرة و سیر العالم النحریر زندقا. بسیاری از دانشمندا کافر شدن، گفتن خدایا این چه بدبختی است که من با این همه دانش گرسنه نشستم، فلانی مرد بیدانش بدوی اوج از اقتصاد قرار دارد. زمینه کفر دیگرها پیدا میشه، لذا فرار میکنن، میرن به کشورهای خارج، دست به قاچاق، تن به قاچاق داده کافر میشن، زندق میشن. از این سیل خروشان کفر، ارتداد، ابوبکر صدیق ردت لا ابا بکر لها، ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه کتاب داره، ردت لا ابا بکر لها، ارتداد و مرتد شدن برای جوانا، اما متاسفانه که ابوبکر نیست که بگوید اینقص الدین و انا حی. چرا در دین کمی ایجاد شود من ابوبکر زنده باشم، من ابوبکر خلیفه و امیر باشم، من عمر خلیفه و امیر باشم، لیکن جوانان و ملت ما چه بشون؟ دینشان کم شود؟ نه، گفت تا من زنده هستم به کم شدن و کاستی دین اینها راضی نیستم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعا می کردن اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. خدای از قرضداری هم به تو پناه میبرم، از گناه هم. یعنی چی؟ اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، خدایا از گناه و از قرض، از دین به تو پناه میبرم، مرا دیندار نکو. چرا دیندار شدم دروغ میگویم، خیانت میکنم، دزدی میکنم، چپاول میکنم، دست به هر بدبختی میزنم، دست به قاچاق میزنم. وقتی که چی شدم؟ دیندار شدم، خدایا پناه میبرم. یا دعای فقر از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، بسیار دعاهای فقر داریم. دعا میکردن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که خدایا از فقر ما را نجات بده. اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. بعد از نمازها بخوانید، دعا کنید اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللهم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة ومن ان اظلم او اظلم. خدایا از کمبودی، از ذلت، از فقر، از ناداری به تو پناه میبرم، از قرضداری به تو پناه میبرم. چرا فقر و قرضداری آمد؟ گناه میه. علت گناه فقر و کمبود و این نابودی و نبودن است.